سلام تک تک رفقای گل، امیدوارم حالتون خوب باشه. مرسی 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 و مرسی که دیدین ویدیو رو نگاه میکنید. من رضا هستم از چنل رضا 790. همیشه اینجا نفسم میگیره. امیدوارم حالتون خوب باشه بچه‌ها. ویدیو امروز قراره یه سری از اتفاقات عجیب داخل گوگل مپو که دیدید میدونید چیه گوگل ارت. من یه پارت قبلا گذاشتم، اگه ندیدید اونو حتما برید ببینید، خیلی پارت باحالیه. این یکم اتفاقای فان و باحاله که داخل گوگل ارت خیلی رندوم ثبت شده و همین داخل گوگل ارت میتونید برید ببینید، خیلی هم فانه. لایک و کامنت سابسکرایب من مثل همیشه یادتون نره. عشقای من دمتون گرم. بنداشه بشه ویدیو رو. خب بچا اولین دسته که آدمایی که دارن میافتن داخل گوگل مپ. خب این خیلی عادیه، چیز عجیبی نیست. یارو داره میافته، همون لحظه عکسش ثبت شده، میبینید چیز نرمالیه. ولی راستی بچا اگر زیر 18 سال سن دارید قطعا سعی کنید که مثبت 18 سال باشید، چون داخل این ویدیو یکم این چیه اینا عادی. اینا چرا اینجوری هم بچا؟ خب چیز خاصی نیست، اینو عادیه. چیز عادی غیر عادی رو بعد میبینیم. مثبت 18 باشید باشه، سعی کنید مثبت 18 سال باشید. اینا تصادف مردم خوردن. دسته دوم حیواناتن بچه، حیوانات توی موقعیت‌های عجیب و بال. این گربه است بنده خدا داره میره دیگه، اتفاق خاصی نیفتاده که. میندازن تو جونی بعد اینو میبرن. آخه یه بوز تنها بچه تو کوه گیر کرده. حاجی این یارو داره میخواد بره. این چه حیوانیه؟ خرسه؟ میمونه؟ این چیه؟ پیرمرده رو بچه نگاش کنید. اینو دوست داشتم. یاد یاسین افتادم بچه ها. یه نگاه به چهره این میمونه بکنید، خود یاسینه. به خدا خود یاسینه. آخه بچه اینو شطوره، اینو تو ایران نیست، بهش میگن لاما. وات؟ یعنی چی؟ بچه این سگ از زندگیش از من بهتره. این سگ زندگی به شدت زیبایی داره. دسته سوم وات؟ یارو با لباس غواصیه؟ بچه ها اوه بنده خدای تو خونش نشسته چیز کرده. اصلا چرا بحث کنید در رابطه با این؟ چرا وارد پرایوسی خصوصی میخواستم بحث نکنم بچه، ولی این دلیلش چیه؟ یه آدم لخ بره داخل تابوت ماشین دنبال چی میگرده ها؟ واو یه مش آدم که ماسک چیز گذاشتن، ماسک پرنده گذاشتن، بعد هر جا دوربین میره میچرخن نگاه میکنن. این به شدت ترسناک. من بودم بچه یکم داره ترسناک میشه. اتفاقات عجیب داخل گوگل ثبت شده. دهن تو سرویس. این بچه بیشوره. شما مثل این بچه نباشید. شما اینا باشه عکس بگیرید. چرا باید بزنید اینا رو؟ نگاه یارو چقدر نازه، ترسیده. یعنی چی؟ بچه ها یه دونه دوئل بین دوتا از اسطوره های ژاپن و انگلیس هم دیگه دوئل میکنن، دمشون هم گرم. بخش بچه بخش چهارم یکم سعی کنید مثبت 18 سال باشید. حس میکنم بخش جالبی. بله خب بچه ها چطورید؟ خوبید؟ ساعت 4:20 یعنی چی؟ فکرشو بکن چی؟ مثلا میری ماشین تو برمی‌داری میری یه داف میبینی رو زمین بلندش میکنی دافه رو، میری یه جایی با هم دیگه یکم لذت ببرید از زندگیتون و یه لاشی میاد عکس میگیره میره تو گوگل. این اوج بدبختیه. این خیلی بدبختیه. این اتفاق امیدوارم واسه هیچکی نیفته این اتفاق واسه کسی. بچه اصلا بگذارین زوایای پنهانشو نگاه کنین. دختره چقدر قدش کوتاست. نه نمیرسه به پسر خیلی بلنده. نه رو دو تا پاش وایساده ولی اشکال نداره. اوه دهنه تو سرویس حاجی. این برو بعدی چیز مهمی نیست بچه. یه دونه سگه. یو امام هشتم 125. ها این جلو دوربین داره میخنده. دمش گرم دل یه در شات کرده. 125 یا خیلی. او حاجی این چی؟ این تو خونهشون تو خلوت نشست. او شیت
بچه‌ها داره علامت پیروزی نشون میده، لایک نشون میده. میدونید یعنی چی؟ دارن لذت میبرن دیگه. زندگیتون رو بکنید بچه‌ها. این خوشحاله تو گوگل افتاده این بنده خدا. این بنده خدا بچه خوشحاله. منم بودم خوشحال. نه من خوشحال نبودم. اگه من بودم ببخشید اشتباه شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بچه‌ها اینجا اگه بخندیم یا ببینیم اینا رو به احتمال زیاد تو گونیمون بکنن. بچه زایمان، یارو زایمان کرده واسه خیابون گوگل لاشی عکس گرفته. حاجی بچه این گوگل خیلی خوبه. میتونید جای محمد ها برید گوگل استفاده کنید. خیلی سایت رو به راه باحالیه. دمشون گرم. چه عکسای سرحالی بچه افتاده. نه حالا این عکس سرحال نیست، این یه زایمان طبیعیه. بچه دسته پنجم، یک آدمه که یک کله اسب سرشه. چرا باید یک آدم کله اسب سرش باشه؟ بازم یه آدم دیگه با کله اسب. چه فازیه؟ اینا چیه؟ این داستان اینا چیه؟ با موز بچه ها. بچه اینا رو گوگل گرفته ها. من نمیدونم چرا اسب توشون زیاد. او بچه ها این وای حاجی اینا دزدن بچه ها. اینا دزدن. این بنده خدا رو گرفتن دارن میبرن. حاجی چیکار میخوان بکنن باش دیگه ما نمیدونیم چیکار میکنیم، ولی امیدوارم پیداش کنم بنده خدا رو. این چیه؟ این بچه ماشین گوگله. همین عکس‌ها که میبینید از این لاشی‌ها در اومده. خطرناک شد بچه، خطرناک شد. یعنی فکرشو بکن مثلا ماشین گوگل داره خیلی خوشحال همینجوری میره واسه خودش، بعد پلیس داره اون بغل اینا رو چیز میکنه، بعد عکس گرفته میشه میره تو گوگل. مثلا دلشون هم نمیخواد اینا رو ادیت بکنن، مثلا دوباره برن از این صحنه عکس بگیرن، همونو میذارن. تخمشونه. این اتفاق قشنگی. اگه من بودم لذت شما هم لذت نمیبردید نه؟ ولی خیلی لذت میبرن. صحنه جالبیه. دسته هفتم بچه‌ها یه نقاشی روی ساختمون. قشنگه. این ایده جذابیه. یارو عقل داشته. اوشه بچه‌ها اینو ول کن، خیلی مقیاس بزرگی ها. یارو بخواد چنین چیزی صدا چیه میاد؟ حالا مهم نیست هرچی هست ولش کن. حالا بر اینو بچه این چجوری در آورده یارو اینو؟ عجب. اسمش هم بچه این بالا هست، برید بزنید ببینید. این کار موجودات فضایی بچه خوبه. موجودات فضایی، موجودات. این شبیه چیه؟ آخه بچه ها دیگه حس میکنم بچه قبلی ها رو دیدید؟ من بدونم صدای چیه. بذار یکم مشکل حلش کنیم. فهمیدم چیه. رفقای عزیز و اینم یه سری از صحنه‌های جالب داخل گوگل. بعضیش فان بود، بعضیش مثبت 18 سال بود، بعضیش هم عجیب بود دیگه. مرسی که دیدید، دمتون گرم. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. یه سری صحنه‌های مثبت 18 سال هم بود متاسفانه که میدونم اصلا راضی نبودید که اون صحنه‌ها رو ببینید. منم راضی نبودم. چی میگی؟ مثل همیشه عشقای منید. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. ویدیو دیگه هم برید ببینید. بدرود.